عموما با تولیدات محصولات نفتی در تاجیکستان بیش از 50 شرکت و شخصان با حقوق واقعی به این کار مشغول هستند. بنابراین اگر 35% واردات به شرکت گازپروم تاجیکستان راست آید، قسمت دیگرش از جانب دیگر شرکت‌های وطنی عمل برآورده میشه. قسمت دیگری واردات محصولات و یگان نمود این شرکت‌ها، نه شرکت‌های وطنی نه شرکت‌های خارجی که نمایندگی خود را در تاجیکستان شدند از امتیازها برخوردار نیستند. تعداد بیشتری عموما سوزشواری از فدراسیون روسی می‌باید و طبق سوزشنامه‌های بین‌المللی و قرارداد رقم 450 واردات سوزشواری دیزلی از فدراسیون روسیه از بردن برج گمرکی آزاد است. از بنزین این زمان 50 یورو برای از هر یک تن استفاده نمی‌شود و سوزشواری دیزلی برج 6 یورو از هر یک تن اندازه اکسیزی. علاوه بر این در حجم 18% طبق مقررات کودسی انداز ارزی اضافه شده صنف می‌شود. یعنی بنزین 50 یورو از یک تن و 18% دیگه است. سوزشواری دیزل برج 6 یورو موقع قرارداد 26 تا دوره اندازه اکسیز و 18% اندازه ارزی